سرخط خبرهای مهم: مصادره صدها هزار دلار در مرز ازبکستان و تاجیکستان. باز 3 نابالغ را از روسیه به وطن برگرداندند و جریمه دختر یک حاجی بیبی برای پیشوازگیری با دبدبه. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 28 اکتبر. خدمات امنیتی ملی ازبکستان میگوید از قاچاق تقریبا 430,000 دلار به تاجیکستان پیشگیری کرده است. به اطلاع منبع، یک بار 34 نفر میخواستند این مقدار مبلغ را از مرز ازبکستان غیر قانونی به تاجیکستان گذرانند. دفتر مطبوعاتی این اداره روز 26 اکتبر در یک نوار ویدیویی در تلگرام گفت کارمندان امنیتی و گمرک در گذرگاه مرزی فرهاد واقع در ناحیه بیکاباد ازبکستان و ناحیه اسپیتامین تاجیکستان در عموم قاچاق 52 میلیارد سوم ازبکی را پیشگیری کردند. در این ویدیو گفته می شود یک شهروند ازبکستان بیش از 13 میلیون روبل روسی، 24,000 سومونی، بیش از 10 میلیون سوم ازبکی و بقیه دلار و یورو و یوان و سوم قرقیزی را به 34 نفر تقسیم کرده است تا به تاجیکستان گذرانند و سپس از آنها جمع کرده بگیرد. مقامات امنیتی ازبکستان گفتند تفتیشات برای معلوم کردن صاحبان اصلی پول زیاد ادامه دارد و به ضد تشکیل کننده قاچاق پرونده جنایی آغاز کردند. گفتن نشده است که تلاش قاچاق پول زیاد به تاجیکستان کی صورت گرفته است. بین دو کشور که شهروندانشان حق سفر بی‌روادید برای یک ماه را دارند، تجارت بسیار زیاد بوده. در گذشته هم تلاش قاچاق پول و اسعار خارجی در مرز ثبت شده است. کنسولگری تاجیکستان در شهر سنت پترزبورگ روسیه از برگرداندن 3 نابالغ به تاجیکستان خبر داد. کنسولگری با پخش یک خبر گفت با مساعدت خدمات پیشگیری حقوق بیانکنی بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 اکتبر 3 شهروند نابالغ تاجیکستان که در حدود روسیه به پرستار مانده بودند، بنا به سازشنامه عاید به همکاری کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل برای برگرداندن نابالغان به دولت‌های استقامتی دائمیشان به وطن برگردانده شدند. درباره شخصیت کودکان و اینکه چگونه آنها به پرستار ماندند معلومات داده نشده است. قبلا هم مقامات تاجیک چندین شهروند نابالغ را که در روسیه به سرابان مانده بودند به وطن برگرداندند. مقامات مبارزه با فساد و رشوه‌خوری در تاجیکستان تصدیق کردند که چند از راهبران پیشینی بلند مقام فرودگاه دوشنبه را که به دزدی میلیون‌ها دلار گمانبر می‌شوند از بازداشت رها کردند. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا در نامه به رادیو آزادی و خبرگزاری آزیا پلاس گفته است سبب رهایی 3 نفر و تغییر حکم بازداشت پرداخت شدن ضررهای مالیوی از طرف گمانبران جنایت است. آژانس مبارزه با کورپسیا درباره اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه گفته است از جانب عبدالله‌زاده یک قسم مبلغ‌های ضررهای مالیوی به ذمه او آشکار گردیده برقرار کرده شده نسبت نابرده با گرفتن عهده‌داری از حساب فروش اموال‌های به حبس گذاشته شده پرداخت نمودن قسم باقی مانده ضرر چاره پیشگیری طبق طلبات ماده 104 کدکس مرافعاتی جنایتی جمهوری تاجیکستان تغییر داده شده است. آژانس دقیق نگفته است که آیا عبدالله‌زاده هم با شرط ترک نکردن جای اقامت آزاد شده است یا نه. اما ماه سپتامبر معلوم گردید که اسمت الله عبدالله‌زاده و 3 زیردستش روز 17 سپتامبر با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومونی معادل نزدیک به 32 میلیون دلار رها شدند. رئیس سابق فرودگاه دوشنبه ماه می امسال با گمانی از خود کردن بیش از 1 میلیارد سومونی بازداشت شده بود. دانشگاه دولتی دنغره و دانشگاه طبی خطلون تلاش دارند که صف دانشجویان خارجیشان را زیاد کنند. به گفته مسئولین حالا در این دو دانشگاه 230 دانشجوی خارجی تحصیل دارند. این دانشگاه ها برای جلب خارجی ها چی کارها کردند و آیا راه جلب خارجی ها مؤثر است؟ محمود رحمت‌زاده گزارش می‌دهد. دانشگاه دولتی دنغره و دانشگاه طبی خطلون از مؤسسه‌های تعلیمی تازه تأسیس‌اند. هر دو در ناحیه دنغره جای گیرند. با وجود تازه تأسیسی شماره دانشجویانشان سال از سال زیادتر می‌شود. زیرا هیئت آنها در بیرون از کشور نیز تبلیغات می‌برند و حالا 230 دانشجوی خارجی در این دو دانشگاه تحصیل دارند. در دانشگاه 220 نفر دانشجوی شهروندان خارجی تحصیل میکنند. از همین تعداد یک نفرشون
از فدراسیا روسیه میباشند، 6 نفرشون از جمهوری ترکمنستان و 213 نفرشون باشند دانشجویان از کشور همسایه جمهوری ازبکستان در شکل هم روزانه و هم غایبانه تحصیل میکنند. نمایندگان دانشگاه دولتی دنغره برای تبلیغ به ازبکستان رفته بودند. در دانشگاه طبی خطلان آموزگاران اول زبان انگلیسی آموختند. رهبران دانشگاه میگویند تلاش دارند آموزگارانشان زبانهای خارجی را دانند. حالا طبق شرطنامه حکومتی دانشجویان به اینجا از هندوستان و کشورهای عرب شامل میشوند. علاقه شرطنامه را برای بیش از 100 نفر از جمهوری‌های ممالک عرب و دولت هندوستان که در دایره سازشنامه‌های همکاری حکومت جمهوری تاجیکستان با این دولت‌ها است به امضا رساندیم. تا سال تحصیل 2025 دانشگاه طبی خطلان 10 دانشجوی خارجی داشت. اکنون طبق نقشه باید 100 خارجی دیگر به اینجا برای تحصیل آیند. رهبران هر دو دانشگاه میگویند که تمام شرایط برای قبول دانشجویان خارجی را دارند. دانشگاه دنغره سال 2012 در زمینه دانشگاه کشاورزی تاجیکستان تأسیس یافت. دانشگاه طبی خطلان سال 2016 باز شد، اما تاکنون کارهای ساختمانی در این دو دانشگاه دوام دارد. 25 اکتبر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 2 بینای نوی دانشگاه طبی خطلان را باز کرد. ساختمان یک بینای علاوه‌ای در دانشگاه دولتی دنغره نیز آغاز یافت. حالا ولایت خطلان به صورت عموم 5 دانشگاه دارد. 2 دانشگاه در کلاب، 2 دانشگاه در دنغره و 1 دانشگاه در باختر. اما دانشگاه‌های در کلاب بوده حالا دانشجویان خارجی ندارند. رهبران این دانشگاه‌ها گفتند در آینده برنامه قبول دانشجویان خارجی را راه اندازی خواهند کرد. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. در ناحیه باباجان غفور و ولایت سوخت یک زن را برای پیشبازی با دبدبه مادرش از سفر عمره جریمه کردند. در برنامه‌ای که ریاست کارهای داخلی این ولایت پخش کرد گفته شد پروین محکمه و ساکن شهرک غفورو و ناحیه باباجان غفورov طلبات قانونی تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم را رعایت نکرده پیشبازگیری مادرش از مراسم عمره را به طور ایدانه تشکیل نموده است. با اطلاع منبع او هنگام پیشبازگیری از واسطه نقلیات تمغه کرایسلر لیموزین آرایش دادن حولی کشادن پایانداز و با گلدسته ها استقبال کردن زیاده روی کرده است. بر اساس قانون درباره تنظیم جشن و مراسم که اولین بار سال 2007 قبول و سپس چند بار اصلاح شد در تاجیکستان برگزار کردن ضیافت و جشن‌های باشکوه یا معرکه‌های حاجی زیارت حاجی طلبان منع است. اینچنین تقسیم تحفه‌ها، ایدانه آرا دادن حولی، کوچه‌ها و محل‌ها به خاطر ادای حج و عمره منع میباشد. حالا نسبت به محکمه و پروتکل مأموری ترتیب داده شده است. بنا به امور رسمی دادگاه عالی سال 2024 دادگاه‌های تاجیکستان 1435 پرونده مأموری برای رعایت نکردن این قانون را بررسی کرده بیش از 1400 نفر را جریمه کردند. در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 28 اکتبر خبر می‌دهیم. 28 اکتبر سال 2008 اونیورسیت یا دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لنین به دانشگاه ملی تاجیکستان تغییر نام کرد. این دانشگاه کلانترین جمهوری سال 1947 با قرار شورای وزیران اتحاد شوروی در شهر دوشنبه تأسیس شد و به مهمترین مؤسسه عالی تربیتگری متخصصان در ساحه‌های مختلف تبدیل شد. حالا این دانشگاه 17 فاکولته دارد که از روی بیش از 50 اختصاص متخصص آماده می‌کند. بعد بحث و بررسی‌های داغ کمیته زبان روز 28 اکتبر سال 2018 گفت رتبه‌های حربی روسی را به تاجیکی برگردان کرده تنها واژه گنرال را به تغییر گذاشته است. زبانشناسان دولتی با تکیه به ادبیات تاریخی گفتند یفریتور ردبان سرژانت خرد دستاور کاپیتان صداور می شود، ولی قرار زبانشناسان مورد حیرت نظامیان تربیت گرفته مکتب ارتشی روسی شوروی شد که گفتند برای استفاده و تطبیق این اصطلاح‌ها وقتی بیشتر طلب می شود.
октябри соли 2018 дар бритониё таҳқиқоти наве ба забони англисӣ бо номи ҳуввият, таърих ва масъалаи миллӣ дар осиёи марказӣ нашр шуд ки кори муштараки донишмандони тоҷик Даги Дагиев ва таърихшиноси ғарбӣ Карол Фошер мебошад. баъди интиқоли қудрат дар осиёи марказӣ, миллатгароии сиёсӣ ва тағйирот дар Тоҷикистон Узбекистон, ин китоби дуюми Дагиев буд ки ба таҳқиқу шинохти печидагиҳои таърихиву масоили миллии минтақаи осиёи марказӣ бахшида шуд. субҳи имрӯз қурби асъори русӣ каме боло рафта, бонки миллӣ 1000 рубли русиро ба 117 сомонӣ баробар кардааст. 100 евро ба 1082 сомонӣ ва 100 доллар 929 сомонӣ муқаррар шудааст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. бо шумо то фардо худоҳафизӣ мекунем. хайр.